تو روفش جکوزی، شهرکش برنده، منطقه سیسنگان، 371 متر زمین خالص نت، سند 6 تنگ تک. داخلشیم ویلایی که آسانسور داره، حرف داره برا گفتن. این قسمت رو همون سرویسشو نشونتون نمیدم. بریم برای دیدن طبقه بالا و آشپزخونش. از این پله اومدیم بالا. یه دونه اتاق خواب اینجاست. جمعاً 4 تا اتاق خواب داره. با اصل مطلب شروع کنیم. یه جکوزی تو روفش، آلاچیق آتیش کده. چه زمستونی داره اینجا. این جکوزی 8 نفره است. براش یه موتورخونه درست کردن، نه یه پکیج بذارن. واقعا کارشون عالیه. کنار این روف یه قسمتی دارین که سنتی درستش کرد، سقفش چوبه، آسانسورم تا اینجا میاد. قیمتشو خیلی مناسب میدم بهتون. هر کی خرید نوش جونه.